صرف نظر از باران مخالفین حکومت پاکستان اعتراضهای خود را ادامه می‌دهند. منصبداران میگویند پرزیدنت چین سی جینگ پین زیارتش از پاکستان را لغو نمود زیرا شهر سرشار از پاستگاه‌ها و اعتراضها شده است. اعتراض مخالفین با تقاضای استعفای سروزیر نواز شریف در میانه‌های ماه اوگوست آغاز یافته تا کنون ادامه دارد. اعتراضگران میگویند نواز شریف در انتخابات سال گذشته به تقلب راه داده است و از این رو باید به استعفا رود. ولی در منطقه شمالی 400 پاکستان سیاستمداران ملتگرا از سروزیر شریف حمایت نموده هشدار دادند که کوشش‌های برکنار نمودن او سببگار فروپاشی کشور خواهد شد. در نزدیکان انگشت زنیتسای بوسنیا ازدحام بزرگ جمع شده. انتظار اخبار درباره انگشتکنان می باشند که بعد زمین لرزه برابر با 3.9 درجه چینکی ریختر در داخل کانبان ماندند. بعد 18 ساعت زمین لرزه گروهی از انگشتکنان بیرون آورده شدند. از جمله 29 نفر زنده و 5 نفر وفات کردند. نزدیکان انگشتکنان میگویند در سالهای جنگ بوسنیا در سالهای 90 عصر گذشته بمب‌ها کان انگشت را اصابت کرده بودند ولی تا حال آن را استفاده می‌کردند. همین گونه حادثه‌ها در این کان تنها در سال روان 2 دفعه به وقوع پیوسته بودند که بدون تلفات جانی به انجام رسیدند. گرجستان یک فیلمش را برای جایزه اسکار پیشبری کرده است. وزارت فرهنگ گرجستان فیلم جزیره جواری مکه را انتخاب نمود. در این فیلم روابط یک مرد ابخازی با دخترش در سالهای 90 قرن گذشته زمانی که ابخازستان مناسبتش را با گرجستان قطع نمود انعکاس می‌گردد. یک فیلم دیگری کارگردان گرجی که در استونیا تولید شده است از نام استونیا برای جایزه اسکار پیشبری شده است. در این قضیه هم جنگ گرجستان انعکاس شده است و در آن یک کشاورزی ماندارین پرور سربازان مجروح هر دو جانب را تبابت میکند. در پایتخت قزاقستان فعالان در شهر آستانا به کنسول فرانسه در این کشور درخواست تسلیم نموده تقاضا کردند که فرانسه از استرداد مختار ابلیزف سرمایه‌دار قزاق خودداری کند. ابلیزف سال گذشته در فرانسه بازداشت شد. او با دزدی 6 میلیارد دلار از بانک قزاقستان متهم می شود. ابلیزف با سرمایه‌گذاری رسانه‌های مخالف قزاقستان رهبران قزاق را به غضب آورده است.